ساعت بعد مهمانها بدون تخلف تمام و کمال دور میز حلقه زدند که ناگهان مصطفی با لباس تازه و جوراب و کراوات ابریشمی ممتاز و پوتین جیر براق خرامان مانند طاووس مست وارد شد. خیلی تعجب کردم که با آن قد دراز چه حقه‌ای به کار برده که لباس من اینطور قالب بدنش در آمده است. آقای مصطفی خان با کمال متانت تعارفات معمولی را برگزار کرده و با وقار و خونسردی هرچه تمامتر به جای خود زیر دست خودم بر سر میز قرار گرفت. او را به عنوان یکی از جوانهای فاضل و لایق پایتخت به رفقا معرفی کردم و چون دیدم به خوبی از عهده وظایف مقرره خود برمی آید قلباً مسرور شدم و در باب آن مسئله معهود خاطرم داشت به کلی آسوده می شد. به قصد ابراز رضایتمندی تعارف کنان گفتم آقای مصطفی خان نوش جان بفرمایید. چه درد سر بدهم؟ حالا دیگر چانه‌اش هم گرم شده و در خوش زبانی و حرافی و شوخی و بذله و لطیفه نوک جمع را چیده و متکلم وحده و مجلس آرای بلا معارض شده است. به مناسبت صحبت از 13 عید بنا کرد به خواندن قصیده‌ای که می گفت همین دیروز ساخته. فریاد و فغان مرحبا و آفرین به آسمان بلند شد. 2 نفر از آقایان که خیلی ادعای فضل و کمالشان میشد مقداری از ابیات را 2 بار و 3 بار مکرر خواستند. یکی از حضار که کباده شعر و ادب میکشید چنان محظوظ گردیده بود که جلو رفته جبهه شاعر را بوسیده گفت ای والا حقیقتا استادی و از تخلص او پرسید. مصطفی به رسم تحقیر چینی به صورت انداخت. گفت من تخلص را از زواید و از جمله رسوم و عاداتی می‌دانم که باید متروک گردد، ولی به اصرار یکی از ادیبان کلمه استاد را اختیار کردم، اما خوش ندارم زیاد استعمال کنم. همه حضار یک صدا تصدیق کردند که تخلصی بس بجاست و واقعا سزاوار حضرت ایشان است. در این اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای عمارت بلند شد. آقای استادی رو به نوکر نموده فرمودند هم قطار احتمال می‌دهم وزیر داخله باشد و مرا بخواهد. بگویید فلانی حالا سر میز است و بعد خودش تلفن خواهد کرد. ولی معلوم شد نمره غلطی بوده است. حالا آش جو و کباب بره و پلو و چلو و مخلفات دیگر صرف شده است و موقع مناسبی است که کباب قاز را بیاورند. دلم می تپد. خادم را دیدم قاب بر روی دست وارد شد و یک رأس قاز فربه و برشته در وسط میز گذاشت و ناپدید شد. ششتانگ حواسم پیش مصطفی است که نکند بوی قاز چنان مستش کند که دامنش از دست برود. ولی خیر، الحمدلله هنوز عقلش بجا و سرش توی حساب است. به محض اینکه چشمش به قاز افتاد رو به مهمانها نموده گفت آقایان تصدیق بفرمایید که میزبان عزیز ما این یک دم را دیگر خوش نخواند. آیا حالا هم وقت آوردن قاز است؟ من که شخصا تا خرخره خوردم و اگر سرم را از تنم جدا کنید یک لقمه هم دیگر نمیتوانم بخورم. ما که خیال نداریم از اینجا یک راست به مریضخانه دولتی برویم. آنگاه نوکر را صدا زده گفت بیا هم قطار. آقایان خواهش دارند این قاز را برداری و بی برو برگرد یک سر ببری به اندرون. مهمانها در مقابل تظاهرات شخص شخیصی چون آقای استاد دو دل مانده بودند و گرچه چشمهایشان به غاز دوخته شده بود خواهی نخواهی جز تصدیق حرفهای مصطفی و بله و البته گفتن چاره‌ای نداشتند.
دیدم توطئه ما دارد میماسد. دلم میخواست میتوانستم 100 آفرین به مصطفی گفته از آن تاریخ به بعد زیر بغلش را بگیرم و برایش کار مناسبی پیدا کنم، ولی محض حفظ ظاهر کارد پهن و درازی شبیه به ساطور قصابی به دست گرفته بودم و مدام به قاز حمله آورده و چنان وانمود می کردم که می خواهم این حیوان بیار و یاور را از هم بدرم. ضمناً یک ریز تعارف و اصرار می کردم که محض خاطر من هم شده فقط یک لقمه میل بفرمایید که لااقل زحمت آشپز از میان نرود. خلاصان که از من همه اصرار بود و از مصطفی انکار، و عاقبت کار به آنجایی کشید که مهمانها هم با او هم صدا شدند و دست جمعی خواستار بردن قاز گردیدند. کار داشت به دلخواه انجام می‌یافت که ناگهان از دهانم در رفت که آخر آقایان حیف نیست از چنین قاضی گذشت که شکمش را از آلوی برقان پر کرده اند و با کره فرنگی سرخ کرده اند. هنوز این کلام از دهن خرد شده ما بیرون نجسته بود که مصطفی مثل اینکه غفلتاً فنرش در رفته باشد بی اختیار دست دراز کرد و یک کتف قاز را کنده به نیش کشید و گفت حالا که می‌فرمایید با آلوی برقان پر شده و با کره فرنگی سرخ شده، روا نیست بیش از این روی میزبان محترم را زمین انداخت و محض خاطر ایشان هم شده یک لقمه مختصر می‌چشیم. دیگران که منتظر چنین حرفی بودند فرصت را از دست نداده مانند قحطی زدگان به جان قاز افتادند و در یک چشم به هم زدن چنان کلکش را کندند که گویی هرگز قاضی قدم به عالم وجود ننهاده بود. مرا میگویی از تماشای این منظره هولناک آب به دهانم خشک شده و به جز تحویل دادن خنده های زورکی و خوش آمدگویی های ساختگی کاری از دستم ساخته نبود. در همان بحبوحه بخور بخور صدای تلفن بلند شد. بیرون جستم و فوراً برگشته رو به آقای استادی نموده گفتم آقا مصطفی خان، وزیر داخله پای تلفن است و اصرار دارد با خود شما صحبت کند. یارو حساب کار خود را کرده بی آنکه سر سوزنی خود را از تک و تا بیاندازد دل به دریا زده و به دنبال من از اتاق بیرون آمد. به مجرد اینکه از اتاق بیرون آمدیم در را بستم و صدای کشیده آب نکشیده‌ای طنین انداز گردید و 5 انگشت دعاگو بر روی صورت گل انداخته آقای استادی نقش بست. گفتم خانه خراب، تا حلقوم بلعیده بودی، باز تا چشمت به قاز افتاد دین و ایمان را باختی و به منی که چون تویی را صندوقچه سر خود قرار داده بودم خیانت ورزیدی؟ ده بگیر که این ناز شستت باشد. و باز کشیده دیگری نثارش کردم. با همون صدای بریده بریده و زبان گرفته و ادا و اطوارهای معمولی خودش که در تمام مدت نهار اثری از آن هویدا نبود نفس زنان و حق کنان گفت پسر عمو جان، من چه گناهی دارم؟ مگر یادتان رفته که وقتی با هم قرار و مدار گذاشتیم شما فقط صحبت از قاز کردید؟ کی گفته بودید که توی شکمش آلوی برقان گذاشتند و با کره فرنگی سرخش کرده اند؟ تصدیق بفرمایید که اگر تقصیری هست با شماست نه با من. به قدری عصبانی شده بودم که چشمم جایی را نمیدید. از این بهانه تراشی‌هایش داشتم شاخ در می آوردم. بی اختیار در خانه را باز کرده و این جوان نمک نشناس را مانند موشی که از خمره روغن بیرون کشیده باشند بیرون انداختم. قدری برای بجا آمدن احوال و غلیان درون خود در دور حیاط قدم زده آنگاه با خنده تصنعی وارد اتاق مهمانها شدم. دیدم چپ و راست مهمانها دراز کشیدن. گفتم
آقای مصطفی خان خیلی معذرت خواستند که مجبور شدند بدون خداحافظی با شما بروند. وزیر داخله اتومبیل شخصی خود را فرستاده بود که فوراً آنجا بروند و دیگر نخواستند مزاحم آقایان بشوند. همه اهل مجلس تأسف خوردند و از خوشمشربی و فضل و کمال او چیزها گفتند و برای دعوت ایشان به مجالس خود نمره تلفن و نشانی منزل او را از من خواستند. من هم از شما چه پنهان بدون آنکه خم به ابرو بیاورم همه را غلط دادم. فردای آن روز به خاطرم آمد که دیروز یک دست از بهترین لباسهای نودوز خود را به انضمام مایحتوی یعنی آقای استادی مصطفی خان به دست چلاق شده خودم از خانه بیرون انداختم. ولی چون که تیری که از شست رفته باز نمی گردد، یک بار دیگر به کلام بلند پایه از ماست که بر ماست ایمان آوردم و پشت دستم را داغ کردم که تا من باشم دیگر پیرامون ترفیع رتبه نگردم. داستان کباب قاز، محمد علی جمالزاده، خوانش کاینا ابراهیم.